حالتون چطوره؟ خوش اومدید به اولین ویدیو لانگ کانال خودتون. اشبازان ایران ما ولیان ولشون کردم از بیرون زره شرخندستان. همینطوری یه ویدیو لانگ گرفتیم که با هم صحبت کنیم و حرف بزنم باتون، کبوترها رو نشون بدم، اتفاقایی که افتاده و همین دیگه. خوش اومدید دوستان. همین ولیا رو بیرون کردیم سر زوره، کفترها رو بیرون نمی کنم ولکن. گفتم مغزم بیرون کنم آبتنی بذارم، گفتم ولکن سر زوره. حالا هیچ دوستان بالاخره این زاخاکلیه با این پشتی ها تخ گذاشت. دوستان این زاخاکلی با یه پشت سبز جفت بود، جفتشو عوض کردم. به نظرتون خوب شد؟ تخمم گذاشتن اینا که همچنان تخم دارن و رفتن کف پشته با اینا هم که همینطور رو بذارید. اینا رو هم بله اینا نمیدونم من چرا تخم نذاشتم. دو کت سبزه که نیست. نه خوشگل خانم. همین دیگه دوستان. امروز دو تا کبوترامو مردن. خبر بد راستیاتش دو تا از کبوترامو مردن. اینا هم که هنوز هستن و جوجهشون رو دارن بزرگ میکنن. بخشید اگه یه ذره کیفیت ویدیو کم، اگه حمایتتون بیشتر شه حتما با کیفیت بهتر میایم. دمه تو جا برم کفترها رو بهتون نشون بدم دوستان. اینا کبوترها دو تا غریبگیری داشتیم. زاغه هنوز براش هم نبستن. اینا یکی این زاغه است، یکی دیگه هم اون شازده سر جوجه است. اینه این دو کت قرمزه هم با این سوسکی کاکلیه کنار دیواره تخم گذاشتن. حالا گفتم بذار باشه شاید جوجه خوبی میده. حالا دیگه همینو تقدیم نگاه زیبایشون اشکبازان عزیز. بعضی از دوستانم گفته بودن از این در زیر در موش نمیاد چیزی، مثلا زیر در بسته است، از بیرون دیده میشه که بازه ولی بسته است. آره بعد میخوایم این درم بپریم داخلش فنس بذاریم آفتاب بخورن کفترها. چند وقت دیگه نر و ماده رو جدا میکنیم. بله دیگه. چون نظرتون در مورد جوجه کشیام بدید، بگید خوب زدم کدوم کفتر رو درست زدم با هم دیگه. نظرتون رو بدید حتما جواب بدم. بعد دوستان این شازده قرمزه جلدش کردم. شازده قرمزه اینم جلدش کردیم. بعد حداقل 10-15 تا کفتر رو پراشون کشیدیم تا پراشون در مثلا یکی بذارید بهتون نشون بدم. نمیدونم دوستان یه اتفاقی هم که افتاده، پراشون یکی در میاد، یکی بزرگ میشه یکی کوچیک. بله همینطوری نمیدونم چیکار کنم. خیلی هم کفترها مریض شدن، هی بالا میارن. دو تا مردن. یه مسجد جوجه مرد و یه سوسکی. حتما بگید چه دارویی بهشون بدم. همین دیگه. خدا یار و نگهدارشون.